مرز بین آمریکا و کانادا با طول نزدیک به 9000 کیلومتر طولانی‌ترین مرز بین‌المللی در جهانه. این مرز بدون دفاع نظامی دارای عجیب‌ترین نقاط دنیاست که میخوام چند تاشو براتون نام ببرم. در دربی لاین ورمونت مرز از میان شهر و حتی از ساختمان‌ها میگذره. کتابخونه هاسلفری روی مرز ساخته شده. درب ورودی تو آمریکاست، کتابا تو کانادا. مرز آمریکا و کانادا حتی از میان خونه‌های شخصی هم میگذره، به این معنی که ساکنین ممکنه صبحونه رو تو آمریکا بخورن و شب تو کانادا بخوابن. جاده ایست ریچفورد حدوداً 168 متر وارد خاک کانادا میشه و بدون نیاز به گمرک دوباره به آمریکا برمیگرده. اما مرز مدار 49 درجه خط مستقیم به طول 2030 کیلومتر که جنگل‌ها رو به دو نیمه تقسیم میکنه و از فضا قابل مشاهده است. زاویه شمال غربی مینسوتا قطعی از خاک آمریکاست که فقط با قایق یا عبور از کانادا قابل دسترسه. در این منطقه عجیب فقط 100 نفر زندگی میکنن. پوینت رابرتس شهر آمریکاییه که کاملا از کشور جدا افتاده و تنها از طریق کانادا قابل دسترسیه. ساکنین برای رفتن به مدرسه و کار باید روزانه از مرز کانادا عبور کنن. هایدر آلاسکا شهر آمریکاییه با دلار کانادا، کد تلفن کانادایی، از ساعت کانادا استفاده میکنن. حتی روز ملی کانادا رو هم جشن میگیرن. جزیره کمپ پابلو کانادا تنها با یه پل با آمریکا متصله. ساکنین کانادایی برای خرید درمان باید به آمریکا برن. این مرز طولانی پر از شگفتیاییه که نشون میده چگونه خطوط سیاسی میتونه زندگی مردم رو به شکل‌های غیرمنتظره تحت تاثیر قرار بده.